فوتبال بیشتر از ورزش است. فوتبال هیجان و صنعت است. فوتبال زبان مخصوص است که میلیون ها آدم را از تمام جهان به هم می‌آورد. فوتبال این کار نیست، ایجاد است. موندیال نمای دیگری از جسارت انسان. منتخب روسیه که کسی حتی برای یک غلبه او در جام جهان باوری نداشت، الکی دوم بازیش را با غلبه کلان به انجام رساند. مصر را 3-1 شکست داد. مصر که محمد صلاح هم در هیئت اساسیش بازی میکرد. محمد صلاح نتوانست که برای دستش کاری بکند. به احتمال زیاد جام جهان برای منتخب مصر و محمد صلاح در همین دور گروهی به انجام میرسد و بسیاری ها فکر میکنند که روسیه رقابتش را در دور 1/8 نهایی ادامه خواهد داد. چی شد که محمد صلاح با همدستگانش نتوانستند روسیه را مغلوب کنند؟ غلبه دسته روسیه بر مصر برای مخلصان غیر چشم داشت بود. کوچه های شهر مسکو دیشب بعد بازی این وضع را داشت. هواداری میکردیم، اندوهگین میشدیم، گاه مذمت میکردیم. به غلبه امید داشتم و باور نمیکردم. اکنون مخلصان بر راه یافتن دسته روسیه به دور نوبتی باور کردند. من فخر میکنم. هیچ کس به این برد باور نمیکرد، لیکن ما غالب آمدیم. روسیه به پیش. دیشب در حقیقت برای دسته روسیه باورور بود. در میان آن همه انتقاد و ناباوری به بازی آنها، این یک تلاش خوب برای دیگر کردن نظرها شد. همگان پیشگویی میکردند که در بازی که امشب گذشت مصر غالب میشود. این هم در حالی که صلاح به میدان برگشت و انتظار بود که یک بازی خوب نشان میدهد و منتخبش را در این بازی پیروز میکند. با فکر شما چی شد که روسیه غالب آمد؟ من غالبیت مصر را پیشگویی نکردم. برعکس گفتم روسیه پیروز می شود. صلاح گل می زند. با فوتبال جهانی خوشبین نیستم. با مصلحت‌های فیفا با هر گونه سازمان‌ها باوری دارم. در این حالت من تخمین می زدم که این بازی شرطنامه‌ای می شود. با نظر داشت آن که مصر امکانیت کمی برآمدن از گروه را دارد، صلاح بعد جراحت بازی خوب نشان داده نمیتواند. من فکر میکنم میزبان جام جهان روسیه بعد خرج 13 میلیارد برای آمادگی به این مسابقه میتواند باز 10-20 میلیون داده حداقل دو بازی را خرد. به این وسیله خواستند خرج هنگفت مسابقات و دیگر مشکلات چند سال اخیر کشورشان را در چشم ساکنانشان روپوش کنند. بعد تخمینا یک ماه دور از فوتبال، محمد صلاح به بازی برگشت و بازی اولینش را بعد ضرب خوردهش انجام داد. به نظر شما چگونه بازی داشت؟ صلاح نتوانست آن بازی که تا فینال لیگ قهرمان‌های اروپا داشت نشان دهد و چند ماه دیگر هم در آن سطح بازی کردن نمیتواند. به همین خاطر او در این بازی گناه ندارد. نتیجه پیشگویی شونده بود. همه میدانست که صلاح با چنین وضع نمیتواند خود را خوب نشان دهد. به همه این نگاه نکرده منتخب مصر دسته پرقوت است و من فکر میکنم به جام جهانی آینده راه خط میگیرد و از گروهشان میبراید. دیگر به قول معلوم است که منتخب مصر از گروهش برآمدن نمیتواند، ولی برعکس روسیه باشد تا یک قدم دیگر میرود به 1/8 نهایی جام جهان 2018. برمیگردیم به روسیه. به فکرتان در بازی سوم گروهی با تیم منتخب اوروگوئه چگونه بازی نشان میدهد؟ چون بعد بازی با مصر حمله‌گر این دسته ارتیوم زوبا گفت که ما میخواهیم در گروه جای اول را اشغال کنیم. پیشگویی من این است که روسیه مقابل اوروگوئه فوتبال واقعی را نشان میدهد و ظاهراً با مشکلی زیاد روبرو می شود. بهترین نتیجه که روسیه میتواند در این بازی صاحب شود مساوی است. فکر میکنم روسیه از اوروگوئه شکست میخورد و در دور بعدی اگر با اسپانیا یا پرتغال روبرو شود با حساب کلان به باخت روبرو می شود. موندیال نمای دیگری از جسارت انسان. ورود زنان به میدان فوتبال در ایران ممنوع است. این عائله راهی دور را طی کرده تا یک جای بازی تیم ملی ایران را تماشا کنند.
در ایران زنها را نمیگذارند وارد میدان ورزشی شوند. ما 4127 کیلومتر راه را طی کردیم تا بازی را یکجا تماشا کنیم. برای چی؟ این جهالت بیش نیست. در جام جهانی زنهای ایرانی لباسهای آزادتر به بر میکنند و خود را با رنگهای سبز و سرخ و سفید آرام میدهند. فوتبال برای آنها تنتنه آزادی هم هست. برای همین هم قبل از ورود هیجان زدند. این باری اول است که به بازی فوتبال میروم. در هیجانم. البته هم بعضی زنهای ایرانی احتیاط میکردند. لباسهای مذهبی به تن داشتند چون که باید به ایران برگردند آنجا که احتمال محاکمه شدنشان است. در عموم در شهر سنت پترزبورگ دیده میشد که این زنان از امکانیت موجود خوشحال بودند. فرح بخش است. خرسندی‌آور است. به ما پسند است. طور دیدید بیننده عزیز، زنهای ایرانی که به روسیه به خاطر دستگیری منتخب کشورشان رفتند واقعا خوشحال بودند، واقعا خود را آزاد احساس میکردند و میبالیدند. ما صحبت داریم با همکارم از رادیوی فردا بکتاش خمسپور درباره آزادی زنهای ایران در مخلصی فوتبال و امکانیت‌های منتخب ملی ایران در جام جهان 2018. خوش آمدید به برنامه ما. سپاس. طور دیدیم زنهای ایرانی در روسیه از آزادی خود خیلی خوشحال بودند. حکومت ایران برای آزادی اونها چه تدبیرهایی می‌اندیشد در آینده که اونها توانند آزادانه بازی فوتبالی دسته‌های دوست داشته‌شان را تماشا کنند؟ 1357 بوده انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی که قوانینی وضع شده که زنها به خاطر دلیلی که میارن اینه که ناسزاگوییه که برخی تماشاگران در ورزشگاه‌ها مطرح میکنن، این بهانه‌ایه یا دلیلیه که عنوان میکنن که اجازه نمیدن خانم‌ها یا دختران وارد ورزشگاه‌ها بشن. ولی طبیعتاً مانند همه کشورها و مردمان جهان دختران، بانوان، زنان ایرانی بسیار دوست دارن تیم ملی رو مانند بقیه آحاد جامعه ملت ایران و حضور پیدا میکنن هر جا که فرصت باشه، چه تو ایران باشه چه در جهان باشه. جام جهانی هم که خب بزرگترین رویداد ورزشی جهان یا یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان کنار بازی‌های المپیک. تشکر به زنهای ایران هم رفتن به روسیه به خاطر که منتخب ملیشان را دستگیری کنند. منتخبی که در یک گروه واقعا دشوار الکی 3 امتیاز به دست آورده است و بازی اولشان را در بازی اولشان غالب آمدند. فکر میکنید بعداً با دسته هایی که پرتغال و به مثل اسپانیا در اونجا بازی میکنند ایران چه امکانیت هایی میتواند داشته باشه؟ ایران با توجه به اینکه تونسته در بازی نخست خودش 3 امتیاز به دست بیاره و این برای اولین بار بوده که در تاریخچه حضور بازی‌های ایران در جام جهانی رخ داده، از هر نظر زیر فشار روحی روانی نیست، برای اینکه چه این بازی رو اگر ببره که یک راست صعود میکنه به دور بعدی که انگیزه بسیار بالایی میتونه براش باشه، اگر مساوی کنه میشه 4 امتیازی باز هم خوبه، اگر هم ببازه باز چیزی از دست نداره، هنوز بازی آخر داره. در طرف مقابل این اسپانیاست که باید حتما این بازی رو ببره و بیشتر زیر فشار روحی قرار داره. کارلوس کروش سرمربی ایران که پرتغالی هست فوتبال اون حوزه رو میشناسه و بسیار در زمینه تاکتیک‌های دفاعی تواناست. در نتیجه ممکنه ایران با اتخاذ روش دفاعی بره برای اینکه یه امتیاز بگیره و نیم نظری به ضد حمله برای کسب پیروزی. و سوال آخری ما، فکر میکنید منتخب ایران از چنین یک گروه واقعا سنگین با قهرمان فعلی اروپا در اون گروه هست، منتخب پرتغالیا و اسپانیا یکی از بهترین منتخب‌های دنیا، امکانیت برآمدن داره؟ روی کاغذ اون چیزی که روشنه اینه که بعد از این گروه پرتغال اسپانیا یا اسپانیا پرتغال بیان بالا، ولی تو جام جهانی و تو فوتبال این معادلات میتونه به هم بخوره و ایران با توجه به اینکه این نخستین باریه که در 5 دوره حضورش در جام جهانی بازی نخستش رو پیروز شده، این میتونه یک روزنه امیدی باشه برای اینکه ایران چه بسا و به ویژه با توجه به اینکه بازی آخرش هم با پرتغال و سرمربی ایران هم پرتغالیه، شاید یک باریکه‌ای وجود داشته باشه ایران بتونه گریز بزنه به دور بعدی. فوتبال بیشتر از ورزش است. فوتبال هیجان و صنعت است. فوتبال زبانی مخصوص است که میلیون ها آدم را از تمام جهان با هم می‌آورد.
футбол ин кор нест, эҷод аст. мундиал намои дигаре аз ҷасорати инсон.